ما تمام زندگیمون رو همزمان از سر می‌گذرونیم توی یه خط صاف. اما در واقع تصویر کامل زندگیمون این نیست. چون زندگی نه فقط کارهایی رو که انجام میدیم، بلکه کارهایی رو هم که انجام نمیدیم شامل میشه و هر لحظه زندگیمون برای خودش یه جور تغییره. سرکشی بنیاد حقیقی آزادیه. سرنوشت فرمانبرها اینه که در نهایت برده بشن. هر زندگی میلیون‌ها تصمیم رو شامل میشه. بعضی از این تصمیم‌ها بزرگ هستن و بعضی کوچیک. اما هر بار که تصمیمی گرفته میشه، نتیجه تغییر میکنه. تغییری جبران ناپذیر که به نوبه خودش موجب تغییرات دیگه‌ای میشه. این کتاب‌ها دریچه‌ای هستند به تمام زندگی‌هایی که تو میتونستی تجربه کنی. کلیشه‌ای در دنیای موسیقی هست که میگوید هنگام پیانو نوازی هیچ نوتی اشتباهی نیست. با اطمینان به سوی رویاهایت قدم بردار. آن زندگی را تجربه کن که تصور کردی. گفت بین مرگ و زندگی یک کتابخونه است. توی اون کتابخونه هم قفسه‌های کتاب تا ابد ادامه دارن. هر کتاب شانس امتحان کردن یکی از زندگی‌هایی رو بهت میده که میتونستی تجربهشون کنی. تا ببینی اگه انتخاب دیگه‌ای کرده بودی چی میشد. اگه شانس این رو داشتی که حسرت‌ها رو از بین ببری، کاری متفاوت از اونچه کرده انجام میدادی؟ اول هر بازی هیچ قدرت تغییری وجود نداره. فقط به یه شکل میشه مهره‌ها رو روی صفحه چید. بعد از 6 حرکت اول 9 میلیون مسیر احتمالی برای بازی وجود داره و بعد از 8 حرکت 288 میلیارد موقعیت مختلف. احتمالات همینطوری بیشتر و بیشتر میشن. روش‌های مختلف شطرنج بازی کردن از تعداد اتم‌های جهان هم بیشترن. واسه همین همه چیز میتونه به هم بریزه و شلخته بشه. نه فقط هم یک راه درست که راه‌های بسیار زیادی وجود دارن. توی شطرنج هم مثل زندگی واقعی احتمالات پایه همه چیزه. هر امید، هر رویا، هر حسرت و هر لحظه زندگی. خانم عالم درست میگفت. بازی هنوز تمام نشده بود. هیچ بازیکنی نباید تا وقتی مهره‌ای روی صفحه داشت تسلیم میشد. هر زندگی که از زمان آمدن به کتابخانه امتحان کرده بود در واقع رویای شخصی دیگر بود. زندگی اولی که ازدواج کرده بود و میخانه داشت